دختر 23 ساله بچه هایی به دنیا میاره که هر میلیون سال یک بار این اتفاق میفته. برای دونستن این داستان عجیب و باور نکردنی تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. یک زوج که اهل چک بودند و زمانی که الکساندر کینوا 23 ساله که قبلا یک پسر داشتند و دوباره باردار شده بود، در اولین سونوگرافی به آنها گفته شد که تعداد جنین بیشتر از یکی هست و اونها خودشون رو برای 2 قلو یا 3 قلو آماده می کردن. هر دو والدین 2 قلو در خانواده داشتند و حدس می زدند که ممکن است اونها هم مانند خانواده هاشون صاحب 2 قلو بشن. در سونوگرافی اول دقیق متوجه نشدند که چند فرزند دارند، اما برای بار دوم که باید صدای قلب جنین شنیده میشد، اتفاقی بسیار هیجان انگیز افتاد که حتی توی رویاهاشون هم نمیتونستن پیش بینی کنن و نشون داد که 4 جنین وجود داره و چند ماه بعد متوجه شدند که 5 فرزند خواهند داشت و از این اتفاق حسابی شگفت زده شدند. وقتی که زمان زایمان فرا رسید، دکتر مطمئن شد که همه چیز به خوبی پیش میره و در اتاق عمل 40 نفر از کادر پزشکی بودند که همه چیز خوب پیش بره و بالاخره 4 پسر و 1 دختر به دنیا اومدند. آنها دانیل، مایکل، الکس و مارتین نام داشتند و دخترشان ترزا نام داشت و این اولین مورد لقاح طبیعی 5 قلو در جمهوری چک هست. در جمهوری چک این آمار از سال 1949 ثبت شده و در این مدت حتی 5 مورد هم چنین تولدی ثبت نشده. 5 قلوها به طور متوسط هر 480 سال یک بار به دنیا میان و الان همه بچه ها سالم هستند و عکس از نحوه بزرگ شدن اونها به طور مرتب در شبکه‌های مجازی گذاشته میشه. شانس بچه دار شدن 5 قلو 1 در 47 میلیون هست و همه اطرافیان اونها سعی میکنن به هر طریقی هست به این زوج در بزرگ شدن بچه ها کمک کنن و مردم وسایل، پول و هدایایی برای بچه ها میفرستن و مقامات کشور چک 1 آپارتمان به این خانواده اهدا کردند. دوستان عزیز، اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً اون رو لایک کنین و سابسکرایب کردن کانال هم یادتون نره تا موضوعات جالب بعدی رو از دست ندین. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین.